دیگه دارم میگم یه تور کبیره، میرم 3 روز میمونم برمیگردم، هم دختریم. مهسا؟ بله. چرا اینطوری میکنی؟ دوست پسرم گیر داده، میگه تو که لنز سبز خریدی، اینم خریدی، ست کردی با این، کجا میخوای بری؟ بهش میگم بابا دارم میرم تور کبیر. حالا چه اشکال داره بری الان؟ نمیدونم، اصلا نمیفهمم چرا پسر انقدر رو تور کبیر حساسن. مگه کبیر چه اتفاقی میفته؟ تو هم نمیدونی چه اتفاقی میفته، نه؟ همون اتفاقی که تو به خاطرش داری اینجوری اصرار میکنی بدون دوست پسرت بری کبیر، همون اتفاقی که تو به خاطرش رفتی یه پکیج کامل تهیه کردی برای کبیر. بعد تو اصلا اسمت مهساه. مهسا توی دخترها این امیر تو پسران اصلا وارد شرایط نیستن برای کبیر رفتن، اونم زمانی که تو رابطه باشن. اون بنده خدا نگران این نیستش که تو داری میری کبیر، نگران این سلامتی خودش بعد از کبیر رفتن تو نره بک. امیر کردان ویلا گرفتم، پایه گروپ بزنی؟ آره داداش، ببین علی هم پایه است. داداش گروپ دیر اعلام بزنیم. مامان تو چی و با چی اشتباه گرفتی؟ من خلق کردم خرگوشه. خب خرگوش؟ خب سنجاق بود. سنجاق بود، من خلق کردم خرگوشه. خرگوشه را نگاه کنید. فارسی تا خرگوش داده، نه خرگوش. خرگوش. خر چجوری به من میگی خر اولاق؟ به من میگی خر اولاق یا نه من نگفتم خریانه، من گفتم گوسفند. بله موازه بالاخره بعد از 3 ساعت صحبت چکم داشتی مصطفی. خوش اومدین. خوب هستین؟ قربون شما. این کنسول آماده است، فقط اینکه بازیایی که میخواین رو بگین نصب کنم براتون. مرد عنکبوتی با چه بازی چه فوتبال بریز برای ای بزش. شوخی میکنه، میخواد حالا حواستون حواس شه. بازی بعدی چی باشه؟ جی تی ای. رانندگی بالا دیگه جی تی ای تو موبایلمو داری. آقا یه چی بهشون بگی. ببخشید. جی تی ای مرد عنکبوتی. خب دیگه چی باشه بازی دیگه؟ کراش شرطی بزنیم. 2 دور آواز دو امشب شام. امشب شام 2 دور. آقا نه یه لحظه بی احترامی میکنی. بی احترامی چیه؟ یه گاوی بوشو. ولی اوسای چی تا بگم؟ جان تیارگاز کراش شرطی بزنیم 2 دور تی آواز. یال بیای بزنیم امشب شام داریم. بگم آبا بیرون مخار کراش.